الله سبحانه و تعالی ما را مکلف به بیان دین کرده. قرآن و حدیث که چیزی میگه، چیزی را بدعت و چیزی را گناه، چیزی را معصیت، چیزی را فسق و فجور و شرک میگه، ایره ما باید بیان بکنم. یکی سری تو تطبیق میشه، جناب محترم گناه من نیست، او مجبور استم. نه دولت دمی رای مرا گرفته میتونه دهنی مرا، نه قوم، نه کسی، هیچ کس هم حق نداره که بگیره. این بیان آزادی را الله برم داده که من حق بیان بکنم، ایره ما باید بیان بکنم. یکی سری تو تطبیق میشه، جناب محترم گناه من نیست. اگر من در مجلس من زناکار بد میگم و یک زناکار بخیزه برای ما بگوید که تو خو مرا گفتی، ما خو نام تو را نگرفتیم جناب، خود نمایان میکنی که بله من زناکار هستم، خو گناه خودیت است. اصلاحیت بکو، توبه بکو به الله.